میتونید به هر سوالی که توی عربی ازتون پرسیده میشه جواب بدید. مرحبا بكم فی قناتنا رسا لنگویج. سلام بچه‌ها، امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید. اسم من نگاره، به کانال رسا لنگویج خوش اومدید. امروز قراره که اسامی مختلف سوالی رو بهتون معرفی کنم که به عربی بهش میگیم ادوات الاستفهام، کلمه هایی که برای پرسیدن سوالای مختلف ازشون استفاده میشه. با یاد گرفتن این کلمه‌های سوالی، هر سوالی که تو عربی فصیح از شما پرسیده بشه میتونید جواب بدید و بفهمید و استفاده کنید ازش. خب تعداد این ادوات استفهام تقریبا میتونیم بگیم که کم نیست، زیادم نیست ولی کم هم نیست. اول از همه با ادوات استفهام ما شروع میکنیم. ما که حالتهای مختلف داره، زیر مجموعه داره. واسه اینکه بهتر متوجهش بشیم مدل انگلیسیش هم بهتون معرفی میکنم که میشه what و به فارسی میشه چه چیزی. تعریفی که معجم المعانی از ما داره اینه که در مورد عاقل باید حتما با استفاده از ما سوال بشه، یعنی مبحث عاقل و غیر عاقلی که قبلا هم داشتیم. عاقل یعنی موجود زنده جاندار مثل انسان و غیر عاقل یعنی حیوان، اشیا، گیاه اینا. پس ما یعنی چه چیزی. حالا چند تا سوالم ازش مثال بزنیم. مثلا میگیم ما بیکه ای آقا چته، مشکلت چیه؟ یا مسموکی اسمت چیه؟ مالذی اصابک البارحه، دیروز چه اتفاقی واسط افتاد؟ گاهی وقتا ما رو برای جمله تعجبیمون هم استفاده میکنیم. تو فارسی هم میگیم چه چیزی شده، یه کاری انجام میدیم میگیم واو چه چیزی شده. حالا اینجا میگیم ما هذا البشر، این آدم چیه؟ ما هذا البشر. ما زیر مجموعه مختلفی داره مثل ماذا. این کلمه پرسشی دقیقا شکل ما، فقط تفاوتش اینه که برای این دفعه غیر عاقل استفاده میشه. غیر عاقل یعنی اشیا و اینا. چند تا مثال ازش بزنیم. ماذا رأیتی، چی دیدی؟ مثلا رفتیم رستوران، قراره یه چیزی سفارش بدیم، از همون میپرسن ماذا تريدين، از خانوما این سوالو میپرسن ماذا تريدين، چی میخواین؟ ماذا تفعل في الوقت الفراغ، در اوقات فراغتت چی کار میکنی؟ یه سری زیر مجموعه دیگه هم داریم مثل لماذا و بماذا، یعنی برای چی، به چه علت. از این کلمات تو جمله‌های مختلف استفاده میشه. جمله‌های سوالی، جمله‌های منفی، جمله‌های مثبت، جمله‌های تعجبی. لماذا تدخل فی شؤون الاخرین، چرا تو کار دیگران دخالت میکنی؟ لماذا شربت الدواء، چرا دارو میخوری؟ به سوالایی که با لماذا پرسیده میشه معمولا با ل جواب میدیم. ل فلان دلیل. کلمه پرسشی کم برای چیزایی استفاده میشه که قابل شمردنن. کم یعنی چند. کمی ساعه، ساعت چنده، ساعت قابل شمردنه، قابل اندازه‌گیری و جوابش یه عدده. کم عندک کتابن، چند تا کتاب پیشته. کم لوحا رسمت یوما، این سوال از این نقاش میپرسیم چند تا نقاشی کشیدی توی یک روز. زیر مجموعه کم یک کلمه پرسشی به نام بیکم و این بیکم کاربردش برای چیزاییه که میخوایم قیمتشون رو بپرسیم. قبلا یاد گرفتیم تو آموزش مکالمه. مثلا میگیم بیکم کیلو غراما من البرتقال، یک کیلو پرتقال قیمتش چنده؟ یا بیکم هذا البنطال، این شلوار قیمتش چنده؟ من کلمه پرسشیه که باید دقت کنیم با من اشتباهش نگیریم. من یعنی از و من یعنی چه کسی. هو من هذه، این خانوم کی هستن؟ من هذه من اقرأ القصه، قصه رو کی تعریف کرد؟ کی قصه گفت؟ من کثیر الزجاج، کی شیشه رو شکست؟ من کثیر الزجاج، چه کسی شیشه را شکست. اون کلمه پرسشی که در مورد زمان سوال میکنه هست متى. البته بهتره بگیم این رایج ترشه. یه کلمه دیگه هم داریم. متى معمولا با فی جواب داده میشه. متى ذهبت الى الشركه، کی رفتی شرکت؟ جوابشو اینطوری میدیم. مثلا فی الساعة الرابعه، معمولا با فی جواب داده میشه. متى ينتهي دوام المدرسه، مدرسه کی تموم میشه؟ کلمه پرسشی دیگه که در مورد زمان رو بهتون گفتم هست عین. تو بعضی از تعریف‌ها میگن که برای پرسیدن سوال در مورد زمان آینده صحبت میکنه، زمان المستقبل. عین یوم القیامه، روز قیامت کی؟ یا عین موعد نهایی،
ایان موعد نهایی. آخرین فرصت کیه؟ کیف. کلمه پرسشی که در مورد چگونگی انجام یک کاری از اون سوال میپرسه. کیف یعنی چگونه. مثلا مثل وقتی که میگیم کیف الحال، حال چطوره؟ کیف تقضی یومک، روزت چطور بود؟ کیف اصل الی المتجر، چطوری برم فروشگاه؟ کیف تصنع القارب، کیف تصنع القارب، چطوری قایق بسازم؟ کلمه پرسشی عینه در مورد آدرس سوال میکنه، چه آدرس یه جایی باشه که داریم دنبالش میگردیم، چه آدرس یه شی باشه، اینا فرقی نداره. مثلا میگیم این هاتفی، این هاتفی، گوشیم کو، گوشیمو گم کردم. یا میگیم این المتجر، فروشگاه کجاست، این آدرس فروشگاه رو بهم بده. یا میگیم این صدیقتی، دوستم کجاست. این تقضی عطلتک، این تقضی عطلتک، تعطیلاتت رو کجا گذروندی؟ کلمه پرسشی ایه وقتی استفاده میشه که قراره بین یک چیز یا چند چیز یکی انتخاب کنیم. کدوم معنیش میشه کدوم. ای لون تفضل، کدوم رنگو بیشتر دوست داری؟ ای نوع من الفاکهه، کدوم نوع از میوه؟ ای نوع من الملابس، کدوم نوع از لباس ها؟ و کلمه پرسشی که خیلی مهمه و خیلی هم گسترده است استفاده ازش هست هل. هل به فارسی میشه آیا. جواب دادن به سوالایی که با هل پرسیده میشه فقط دو حالته، نعم یا لا، بله خیر، نعم لا. واسه پرسیدن سوالایی استفاده میشه که ما موضوع رو میدونیم ولی سر حقیقت داشتن نداشتن شک داریم، سر یه چیز کوچولو شک داریم. مثلا هل سافرت الی المدینه، حالا به مدینه سفر کردی؟ هل تعلم لغت العربیه، آیا عربی بلدی؟ کلا هر جایی که هل داشتیم ما مجازیم که از نعم یا لا استفاده کنیم. بعضی وقتا هم حالت تعجبی میاد. این همزه هم یکی از کلمه‌های پرسشی دیگه است که مثل هل کاربردش، یعنی خلاصه شده و عامیانه تر هله. احججت هذا العام، احججت هذا العام، آیا امسال حج انجام دادی؟ جوابش هم میشه نعم یا لا. احضرت فی الجامعه، احضرت فی الجامعه، تو دانشگاه حضور داشتی؟ بعضی وقتا هم حالت منفی داره که این همزه کنار لیس قرار میگیره. مثلا الیس العلم نافعا، الیس العلم نافعا، آیا علم مفیده؟ این کلمه پرسشی بعضی وقتا هم حالت ایه پیدا میکنه، یعنی بین چند تا چیز باید انتخاب بکنیم، با این تفاوت که بازم مضمون جمله مشخصه. مثلا میپرسیم احضرت الی المدرسه راکبا ام ماشیا، احضرت الی المدرسه راکبا ام ماشیا، یعنی که آیا پیاده اومدی مدرسه یا با ماشین اومدی. تفاوتش با سوالای دیگه اینه که ام استفاده میشه تو اینجور سوالا. خب بچه‌ها اینم از کلمه‌های پرسشیمون. امیدوارم که دوست داشته باشید، لذت برده باشید. اگه این ویدیو رو دقیق متوجه بشید و همه مثالا روش تمرین بکنید، میتونید به هر سوالی که توی عربی ازتون پرسیده میشه جواب بدید، ازش استفاده کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. هر شنبه ویدیو عربی داریم و پیشنهاد میکنم که ویدیوهای قبلیمون هم ببینید تو پلیلیست قواعد عربی و آموزش مکالمه عربی. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. به امید روزای بهزین. الی اللقاء. اخباره جایی که یه چیز قرار سفارش بدیم. این لیزه، این منو کشت. همش این سوال، همش تو فارسی همه رو میگیم میخوری دیگه، چیزیه که نداره. میگیم ولی تو محاربه چیه؟ چطوری قایق بسازم کیم؟